جعفرزاده یکی از همین آویزونای نظام مقدس و مفخرای مجلس آخوندی در یکی از جدیدترین اعتراف‌ها گفته که اینقدر به گروه‌های مختلف وصله زدیم که الان وصله کم آوردیم. اینو راست میگه. الانم نه اینکه از محاکمه کردن خسته شده باشن، نه اصلا و ابدا. اتفاقا دوست دارن تا آخرین ایرانی ساکن کره زمین رو محاکمه کنن. منتها مشکل اینجاست که دیگه وصله جدید پیدا نمیکنن. آجا آقا بالاخره چیکار کنیم با این دختر پسرها؟ به چه جرمی نگهشون دارین؟ برو تو پروندهشون بنویس ضد انقلاب و عنصر اسرائیلی، بده بره دادگاه. اینا تکراریه حاج آقا، واسه یه پرونده دیگه زدیم. خب پس برو بگو از انگلیس و آمریکا پول گرفتن و بده بره دادگاه. حاج آقا شرمندم ها، ولی این وصله هم تکراریه. 6 ماه پیش به یکی دیگه زدیم. ای بابا، خب برو بگو از عربستان اومدن، چه میدونم، بگو از امارات اومدن، بعد بده بره دادگاه. ببخشید حاجی، اینم تکراریه. عجب گیری کردیم ما. برو اصلا بگو از مریخ اومدن، از کره ماه اومدن، از سرویس های جاسوسی آدم فضایی، چه میدونم. برو یه وصله یه جایی پیدا کن، بچسبون بهشون، بده بره دادگاه. برو ببینیم بابا، برو از جلو چشام.